کشودن عورت حرام است. الله تعالی کشودن عورت در قرآن فاحشگی نامیده است. قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. بگو که الله تعالی با فاحشگی امر نمی کند. فاحشگی فقط زنا نیست، کشودن عورت فاحشگی است. عرب ها در گرد کعبه پیش از آمدن دین مقدس اسلام عریان طواف میکردند، بی لباس. زنها شبانه طواف میکردند، مردها روزانه. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها این کار کردند، آنها گفتند که این وجدنا آباءنا، ما پدرهای ما در همین راه یافتیم. ما پدرها ما در همین راه یافتیم که آنها در گرد خانه کعبه عریان طواف میکردند. درست گفتند. والله امرنا بها، الله ما را به این کار امر کرد گفتند. بعد الله تعالی این کار کرد. ببینید آنها دو دعوا کردند، برای همین کارشان دو دلیل آوردند. گفتند که ما پدرهای ما را در همین راه یافتیم، الله ما را به همین راه امر کرد گفتند. الله تعالی یک رد گردانید، گفت که قل ان الله لا یأمر بالفحشاء. بگو که الله تعالی با فاحشگی امر نمیکند. برای چی دو جواب نگردان؟ برای اینکه جواب یکمشان درست بود. ما پدرهامو در همین راه یافتیم گفتند. درست، پدرهاشون در همین راه یافتند. والله امرنا به، الله ما را امر کرد که دعوا کردن علاوه که الله به فحشا امر نمیکند، به فاحشگی امر نمیکند. گفت یعنی کشیدن عورت، کشادن عورت این فاحشگی است. بنابراین زنها باید عورتاتون رو پوشید برای خواهرای عزیز.